به نام خدا سلام عرض دارم خدمت برادران و خواهران گرامی. رهسپارم برای ادای فریضه نماز جمعه که اینم باید تاکید کنم که امروز حضور در نماز جمعه در کنار اینکه یک فریضه دینی و مذهبی انجام میشه، یک وظیفه ملی و فریضه ملی هم هست و حمایت از کیان ایران عزیز نیز می باشد. عرض کنم خدمتتون میخواستم یه موضوعی رو با شماها در میون بگذارم که به نظرم بسیار مهم است و کلیدی. در مورد یک سری شبهاتی که مطرح میشه و یا یک سری اهانت هایی که از طرف رژیم دیکتاتوری مستقر در باکوبه داره مدیریت میشه، این توهین ها و این عملکردها. بعضا عرضم به حضورتون که اخیراً نماینده مجلس اونها که البته میدونید که ما در تبریز به نمایندگان مجلس اونها حتی 2 تا گوسفند رو نمیدیم که به چراگاه ببرن، اکثرا مدارکشون جعلیه، با رشوه دادن گرفتن و هیچ تحصیلات آکادمیک قابل قبول علمی هم ندارن و برای همین خیلی از دانشگاه‌های معتبر دنیا نیز مدارک دانشگاهی آنها رو قبول ندارن. عرضم به حضور که ادعاهایی کرده که بله خوب شد که ما از تبریز جدا شدیم و خوب شد از تبریز جدا شدیم و در این عقب ماندگی هایی که اینها در مراسمات مذهبی و اینا، این شاخصه ما همون عزاداری خیابانی حضور نداریم، شرکت نداریم، یعنی امروز ما هم باید شاخصه می داشتیم و عزاداری خیابانی اینا، چنین توهین های وقیحانه ای کرده. پاسخ من به ایشون اینه که اولا شاخصه یا همون مراسم مذهبی و عزاداری در خیابان نشان از نزدیکی ملت ایران و مردم تبریز که جزئی از این یک پارچگی هستند، نشان از نزدیک بودن به آرمان‌های انسانی، دینی، مذهبی و وجدانی است و هیچ عقب ماندگی نیست و در تمام دنیا هم مراسمات شبیهی از این دست وجود داره، چه در بوداها باشه، در چین و کره و ژاپن و غیره، چه اینور در مسیحیت و اینها که شما اون، حالا اینا ما که معتقد نیستیم ولی اونها اون روزهایی که معتقدن که حضرت عیسی علیه السلام معتقدن، البته ما معتقد نیستیم، به شهادت رسیده، مراسمات بسیار سنگین عزاداری برگزار میکنن که فیلماش موجوده و حتی حالا ما زیاد هم مثلا قمه زنی اینا رو قبول نداریم، زیاد هم دیگه کم رنگ شده، ولی کل حالت اونا رو ببینید با زنجیر و با قمه و با حتی نوک‌های تیز با خودشون چیکار میکنن در مراسماتشون. حالا بگذاریم، اصل موضوع این نیست. اصل موضوع اینه که بالاخره این مراسم عزاداری در کل دنیا در مناسک ادیان مختلف و حتی ادیان غیر توحیدی هم وجود داره، اما مسئله اصلی اینه که این میاد با اینا مخالفت میکنه، این نماینده مجلسشون که البته تریبون دیکتاتور باکوبه هست، اما میان خودشون اولا که ممنوعیت ایجاد میکنن در برخلاف حقوق بشر، برخلاف دموکراسی، برای برگزاری عزاداری حتی در داخل مساجد، حالا خیابانی که بماند، و متقابلا چیکار میکنن؟ همجنس بازی رو رواج میدن یا رژه همجنس بازی در اونجا برگزار میشه
از سوی دیگر تحقیر و از فروپاشگی بنیان خانواده ها در اونجا ما شاهد هستیم. ما ناراحتیم از این قضیه. اونها جزئی از ملت ما بودن و واقعیتا هستند و در دایره ایران بزرگ فرهنگی هستند، ولی متاسفانه سیاست فرهنگی که و مذهبی که دیکتاتور مستقر در باکوبه و رژیمش در پی گرفته باعث شده که با این رفتارها یه شستشوی مغزی رو به خردسالان، کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و غیره بادکوبه و هومه بده. عرض کنم خدمتتون که اونجا علاوه بر این که عرض کردم هم جنس بازی رو رواج دادن، علاوه بر این که از پاشیدن شدن خانواده ها رو رواج دادن، تحقیر بسیار وقیح خانم ها در برنامه‌های تلویزیونیشون، در اصلا زندگی جاریشون متاسفانه جزء دیگه کم کم داره فرهنگ روزمرگیشون میشه و مسائل دیگه که نمیخوام به اینها بپردازم. بله این نماینده فضل مانندشون میاد در مقابل یک آیین مذهبی و دینی اینطوری وقیحانه صحبت میکنه و طبیعتاً جایی که معنویات و دیانت و ارزش‌های انسانی بره، چنین ارزش‌های وقیحی جای نشین میشه که همین حالا همدن دارن خود مثلا ایالات غیر متحده هم دارن محدود میکنن. این مثلا اینا خودشون میگن هموسکشوال، هم جنس بازی و غیره، و حالا تاکید میکنن به بنیان خانواده و تکریم بانوان و غیره که برخلاف در این متاسفانه اراضی بادکوبه برخلاف این داره اجرا میشه. بعد عرض کنم خدمتتون که از این مسئله هم که بگذاریم، خب رئیس جمهورمون در مکالمه و مکاتبه‌ای که داشتن اشاره کردن به دیکتاتور اونجا که به حال بررسی بشه. یه سری پهپادهایی گفته میشه که از اونجا اومده در دوران جنگ تحمیلی دوم و سایر مقامات هم این عناوین رو داشتن. نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا هم در همین میدان ساعت عنوان کرد که به حال هشدارهایی رو داد در مورد پایگاه‌ها ایالات غیر متحده و رژیم موقت اسرائیل در قطر و کردستان عراق و بادکوبه که لازم باشه مثل قطر اگر بالاخره هر احتمالی وجود داره، اگر توقف جنگ از بین بره و دوباره از هوا، خاک و آب اونجا بر علیه کشور ما استفاده بشه، قطعاً مقابله مثلی طبق حقوق بین الملل انجام خواهد گرفت و فکر نکنم دیگر مرکز سیاسی و نظامی در اون اراضی باشه که از آفند تسلیحات ما در امان باشه و نه تنها اون، بالاخره گزینه‌های دیگه هم وجود داره که ما روی میز داریم. حالا رژیم موقت صهیونیستی در دوره ایران مکانهایی رو داره و ارتباطاتی با کشورهای منطقه داره، اما حضورش در امارات غیر متحده عربیه که ما اونم هر از گاهی در مورد اراضی ما و جزایر همیشه ایرانی ادعاهایی رو مطرح میکنه، در اونجا فعالیت داره، در کردستان عراق فعالیت داره، در بادکوبه فعالیت داره. اما فرقش اینه که از امارات از لحاظ جغرافیای سیاسی نگاه کنید، آنچنان که باید شاید نمیتونه که اشراف اطلاعاتی به داخل ایران و مرکز ایران داشته باشه. میتونه به حال یه سری مراکز جاسوسی اینا داره اونجا، ولی به حال در خود امارات به حال ایرانیان دبی هم هستن، خیلی از ایرانی ها هستن که ارگ کشورشون رو میکشن و به حال با عناوین مختلف از کارشکنی علیه ایران
و جاسوسی علیه ایران تا اونجایی که میتونن اجازه نمیدن. در کردستان عراق هم ما قبلا یک دو چند سال پیش که موشک زدیم اونجا و دلاورمردان نیروی مسلح اونجا موشک زدن و به هر حال مناطقی که به موساد و حزب‌های پانکردی متعلق داشت تقریبا از فرو پاشید و به هر حال مذاکره سیاسی هم که با اقلیم شد، با سران اقلیم شد، با بارزانی شد، به هر حال تا حدودی اونجا هم کنترل شد، ولی همچنان اونجا هم احتمال حضور دارن. در بعد بعدی ما باید ببینیم که در بادکوبه اما شرایط بسیار پیچیده تر و متفاوت تر از امارات و کردستان عراق هست و خیلی عنوان اسرائیل دوم رو برای اراضی بادکوبه عنوان انتخاب میکنن که البته من مخالفم. چرا؟ چون من اگر قرار باشه اول دومی بذاریم، من خود بادکوبه رو امروز اسم اسرائیل اول رو میذارم. چرا که اونجا موساد و جاسوسا و نفوذی‌هاش اونقدر راحتی دارن که در خود تلاویو و حیفا و اراضی فلسطین اشغالی ندارن. باز تو فلسطین اشغالی یه حماسی هست، یه جهاد اسلامی هست، یه ثریا قدسی هست، کمرنگ فتحی هست، بالاخره یه مزاحمایی دارن، ولی در بادکوبه فعلا امروز چنین مزاحمتی رو حداقل در ظاهر بهشون نمیشه و همه جوره اونجا علیه ایران طبق استراتژی هزار خنجرشون دارن فعالیت میکنن. و حالا غیر از این که اطلاعات متکنی آقای دکتر سفرنژاد هم پریروز فکر کنم در صدا سیما صحبت میکرد که اطلاعات متکنی وجود داره که هواپیماها و پهپادها از اونجا اومدن و اینا مشخصه. حتی خیلی از اهالی محلی هم در مرسا، در بیرسوار، پارساباد، آستارا غیره اینا هم اونجا مطرح کردن که بالاخره صداهایی شنیدن، تصاویری دیدن، بالاخره اسناد ماهواره‌ای و غیره هم هست. اصل تکنولوژی امکان انکار این مسائل نیست. حتی اون مخزن‌های سوخت در چند تاشو از ساحل دریای قزوین و کاسپیان یا مازندران اومده و به ساحل اومده. مشخصه که اونجا هواپیماها سوختگیری کردن در بالای دریای اراضی بادکوبه و همه اینها کاملا مشخص و محرز هست که البته نیروهای مسلح کشورمون اونها رو به طور دقیق بررسی خواهند کرد. عرض کردم رئیس جمهورمون در مکالمه تلفنی و مکاتباتش به دیکتاتور بادکوبه اینها رو عنوان کرده که آقا از اونجا یه پهپادهایی اومده، یه بررسی بکنید. نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا در میدان ساعت عنوان کردن که اونجا پایگاه‌هایی برای آمریکا و رژیم موحد اسرائیل احداث شده. در سخنرانی دیروز پریروزی هم که نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا حاج آقا سرایی داشتن، اونجا هم عنوان کردن که در 17 کیلومتری مرز ما اصلا پایگاه هوایی برای رژیم صهیونیستی در اراضی بادکوبه اختصاص داده شده و ما باید بدون یعنی با لکنت و با صراحت این مسائل رو عنوان کنیم. هرچند کسایی هستن که این ور اون ور را بیفتن، چشمشون رو سفید کنن، اون چی میگن، چشمشون رو قوره بیان، بعد یا دندان بر دهان بگیرن بگن که نگید روابط با کشور همسایه، دوست، برادر به هم میخوره. اما واقعیت موجود همین هست و غیر از این که حالا اون مسائل نظامی که مطرح هست رو عنوان میکنم، اینا باید عرض کنم که از همه یعنی حتی از اون مسائل نظامی مهمتر که حالا عرض کردم، نمونه‌هاشو گفتم، حتی اخبار تایید نشده که یکی از F-35 هایی که
ساقط شده در مرز جلفا توسط پدافند جلفامون میخواست وارد اراضی بادکوبه بشه، به نخچوان بشه، اونجا ساقط شده. خواستم عرض کنم که ببینید مهمتر از حتی اون مسئله نظامی، جمع‌آوری اطلاعات و دیتای اصلی جنگ تحمیلی دوم به نظر شخصی من فعلا از طریق بادکوبه بوده، یعنی از طریق مراکز جاسوسی موساد در بادکوبه بوده، چون نزدیکی که به اراضی ایران داشتن و نزدیکی که به پایتخت کشورمون داشتن این احاطه رو به وجود می آورد که توسط ریزپرنده ها ماهواره های جاسوسی و حالا غیر حالا تکنولوژی های دیگری بتونن که اطلاعات جنگ رو جمع آوری کنن. چه بسا البته باید بررسی بشه، چه بسا اصلا مکان زندگی فرماندهان ما اصلا چطوری لو رفته، اینا باید همه‌شون مشخص بشه دیگه. بالاخره اینا از طریق تکنولوژی به این مکان ها دست پیدا کردن یا نفوذی ها گرا دادن، همه اینها انشالله بررسی خواهد شد. ما بالاخره خب در ادامه باید عرض کنم که در احادیثمون، در اون مسائل دینیمون داریم که بالاخره میشه حتی علم رو از دشمن هم که بشه میشه یاد گرفت، کار رو میشه از دشمن هم بشه یاد گرفت. اونا رژیم موقت اسرائیل بعد از جنگ 22 روزه علیه لبنان در سال 2006 که شکست خوردن، رفتن کمیته‌ای به اسم وینگرا تشکیل دادن، آسیب شناسی کردن که آقا به چه دلایلی اینا شکست خوردن، کجا نقاط مثبتشون کجا بود، نقاط منفیشون کجا بود. طبیعتاً اصلا آموزه های دینی ما همین هست که و ملی ما همین هست، دکترین سیاست و امنیت ملی ما هم همین هست که همه این آسیب شناسی ها باید انجام بشه، نقاط قوتمون تقویت تر بشه، نقاط منفی که وجود داشته و باعث آسیب پذیری شده جبران بشه، که اون هم قطعاً در سرلوحه کار مسئولان اجرایی کشور وجود داره. به هر حال میخواستم اینو بگم که ما باید خیلی دقیق باشیم و بررسی های مختلفی رو موشکافانه انجام بدیم. از این مسئله بگذاریم. ببینید حالا عرض کردم اون فعالیت های نظامی که رژیم موقت اسرائیل در بادکوبه داره یا جمع‌آوری اطلاعات و دیتایی که از اونجا داره، مرحله سوم که دارن اونها از اون استفاده میکنن نقش رسانه ها هست. نقش رسانه های بادکوبه در هم شستشوی مغزی عموم مردمشون و هم مخصوصا اونهایی که به هر حال کودکان هستن، نوجوانان هستن، جوانان هستن، از نسل همونهایی نیستن که 30 سال پیش لب رود ارس اومده بودن و خواهان پیوستن به ایران بودن بعد از فروپاشی شوروی، عکس امام رو، عکس پرچم ایران رو در دست داشتن و التماس به الحاق می‌کردن. از نسل اونها نیستن، جدا شدن، یک شکاف جمعیتی بین اونها ایجاد شده، شکاف نسلی ایجاد شده. به هر حال دارن کار میکنن روی این مسائل که باید بررسی بشه. رسانه های اونها هم اکیداً خیلی دارن اخیراً خیلی دارن کار میکنن که به هر حال با توهین های مکرر به مراجع تشیع و مقام معظم رهبری سعی دارن که این شکست دوست دیرینه‌شون که ادعا داشتن که ارتباطشون باهاش نوک گله یخش فقط دیده میشه، شکست آن را شانه کنن با توهین هاشون به مراجع تقلید، علل خصوص ولی امر مسلمین جهان، مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای، دارن دیگه
وقاحت خودشون رو نشان میدن. حالا من کار ندارم، ما بارها عرض کردم که بیت رهبری که چند ساله هست اونجا بسته شده، حتی در عربستان هم چنین کاری گفت بود. موقعی که سفارتمون متقابل تعطیل بود، بیت مقام معظم رهبری در مدینه در ایام حج و سایر ایام پابرجا بود. اونها هر کی بودن یه احتراماتی قائل بودن، ولی حالا اینا که چند سال بیت رهبری رو اونجا بستن، همه این مراکز فرهنگی و علمی ما رو بستن و حتی هلال احمر ما رو بستن و اینها باید مورد بررسی قرار بگیره که به حال آیا اینها تخاصم فرهنگی، علمی، حتی سلامتی، درمانی، همه چی بر علیه کشورمون و بر علیه مردم خودش هست یا نیست. و این رو هم باید عرض کنم که این توهین ها من انشالله در فرسته بعدی، مطلب بعدی که منتشر خواهم کرد بلافاصله از بارگذاری این ویدیو، خواهید یکی از هزاران نمونه که چطوری با کشیدن کاریکاتور و متنی که نوشتن به مقام معظم رهبری شدیدترین توهین رو کردن. یعنی اون توهینی که مثلا سال 56 علیه حضرت امام در روزنامه در زمان پهلوی دوم انجام گرفته شده بود، نوشته شده بود، باید کنار این توهین ها اصلا روسفید میشه و اون قیام های سلسله‌وار که اصلا در کشور ما در یزد و تبریز و قم و شهرهای دیگه 40 روز آغاز شد از اون بعد از اون مطلب و نوشته اون روزنامه. این مطلب کنار این مطلب خیلی مثلا روسفید هست و عرض کنم خدمتتون که یعنی اینقدر اینا وقیحن. اون مطلب هم وقیحانه بوده ولی اینا خیلی وقیحانه است. عرض کنم خدمتتون که اون مطلبی که خواهم فرستاد یه نمونه‌ای که در هفته اخیر در یکی از رسانه‌های منتشر شده در سایت lent.az که از سلسله سایت های هولدینگ APA هست، هولدینگ رسانه APA یا همون آپا هست که قبلا هم اصلا ارتباط اینها با دفتر ریاست جمهوری، البته که دفتر دیکتاتوری بادکوبه کاملا مشخص و محرز اون خبرگزاری پارسینه این رو تشریح کرده بود که لینک اون رو هم انشالله خواهم گذاشت که نگاه کنید چگونه از طریق واتساپ جاسوسی چطوری این مطالب از دفتر ریاست جمهوری دیکتاتوری بادکوبه به خبرگزاری ها پمپاژ میشه. از طرف دیگه هم این مکان، شماره تلفن، شماره ایمیل این هولدینگ API یا آپا رو میگذارم که هموطنانمون در داخل خارج کشور، همه آزادگان جهان بتونن زنگ بزنن اعتراض کنن، ایمیل بزنن اعتراض کنن، یا هموطنانمون در بادکوبه حضوری مراجعه کنن و اعتراض کنن که چرا چنین توهین‌های وقیحانه‌ای بر علیه ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای رو دارن انجام میدن. اولین بارش هم نیست، چندین بارها رسانه‌های دیگه هم انجام دادن. و ببینید اینم بگم، مثلا خیلی وقتها همین که میگم همون کسایی که دهان و زبونشون رو اینطوری گاز میگیرن که نگید همسایه با همسایه رفتارمون به حال خوب باشه، ارتباطاتمون به هم نخوره، همونا که چشم سفیدی میکنن برای ما میان این همونها لاپوشانی میکنن این مسائل رو و نمیخوان که این مسائل به گوش همه مردم برسه. و عرض کنم خدمتتون که اگر بررسی
بشه. اینا بارها از سالیان متمادی است، از همزمان با جنگ دوم قره‌باغ و حتی پیشتر بارها بر علیه مقام معظم رهبری کاریکاتور کشیدن، مطلب نوشتن، سایت های مختلف، رسانه های مختلف. بهانه های اونها این بوده که نه ما فقط یه سایت رسمی داریم، بقیه‌شون چیزه خصوصیه. خصوصی تحت لوای شما هست یا نه؟ مجوز گرفته از مثلا مراجع فرهنگی و ارشاد چیز شما یا نه؟ مراجع فرهنگی شما چیز به هر حال مجوز داره دیگه، یه اصولی رو باید رعایت بکنه دیگه. چطوری اونها حق ندارن که بر علیه علیوف و خانواده‌اش مطلب بزنن، کاریکاتور بکشن، ولی حق دارن بر علیه اسلام؟ یه بار زمانی بود حتی بر علیه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مطلب نوشته شده بود، بر علیه تشیع بارها مطلب نوشتن، آیین تشیع بارها مطلب نوشتن. گسترش وهابیه ها اینا هم که حالا بماند که اونجا چقدر دارن روش کار میکنن بر علیه خنثی‌سازی مذهب پویا و قدرتمند تشیع. عرض کنم خدمتتون که دیگه ما نباید در مقابل بهانه تراشی‌های اونها سکوت کنیم و بگیم که آقا نه بله این سایت خصوصیه بس چرا بر علیه علیوف مطلب نمیتونه بزنه، کاریکاتور نمیتونه بکشه، یه سری چارچوبی نداره چون خصوصیه. خب ما در ایران هم اکثر رسانه ها خصوصی هستن، پس باید خط قرمز ها رو رد کنن، این که نمیشه. بعد از اون سری ببینید مثلا میگم در رسانه مثلا شابدی عبدالله بود چی بود، یه کاریکاتوری بر علیه مقام معظم رهبری کشیده شده بود، حوزه علمی گم تحسن کرد، راهپیمایی کردن. ولی اینها سالیان متمادی هست که بر علیه ولی امر مسلمین جهان کاریکاتور میکشن، مطلب مینویسن، توهین میکنن. یه تحسنی ما ندیدیم، یعنی ندیدیم که شاید اصلا نشنیدن اون مقامات حوزه که بخوان تحسنی رو برگزار کنن. انشالله که این بار بشنون، انشالله که این بار این ما فیلمی که اسکرینی که گرفتیم و همه حالا از سایتش لینکش موجوده ببینن. این توهین وقیحانه‌ای که به مقام معظم رهبری در همون هفته اخیر در این سایت در مقالش در کاریکاتور تصویری که کشیده وجود داره، واقعا اصلا ادامه همکاری سیاسی ما و روابط دیپلماتیک ما کم کم داره اصلا جای سوال میشه که آقا با این همه ضرری که ما از اینها از حوزه نظامی و اطلاعاتی و دیتایی و اینها داریم ضربه میخوریم، یه چیز خیلی جزئی اقتصادی، ارتباط اقتصادی داریم که اون هم اصلا به درد نمیخوره و اصلا در حدی نیست که اصلا برای اقتصاد کشورمون تاثیرگذار باشه. بیایم و به حال یه بازبینی بکنیم. آخه این اگر یک هفته شاید اصلا فردای عاشورا که انشالله پیش رو خواهیم داشت، اگه حوزه های علمیه سراسر کشور تعطیل کنن به خاطر همین مقاله‌ای که بر علیه مقام معظم رهبری زده شده، بسیار زیباست، تحسن کنن. چطور میشه که به اینطوری بر علیه مقام عظمای ولایت چنین توهین وقیحانه‌ای در کشور شیعه، در دومین کشور شیعه جهان از لحاظ جمعیتی میشه؟ و ببینید با فرانسه فرق داره ها. فرانسه یک کشور مسیحیه، یک کشور مثلا به گفته خودشون لایک و سکولاره. اونجا نمیدونم ولی بر علیه مکرون هم میتونن کاریکاتور بکشن، ولی در باکو بر علیه علیوف نمیتونن کاریکاتور بکشن. یعنی اینها تناقض هم دارن در ادعاهاشون که نه ما لایکیم، سکولاریم، بالاخره هر کی میتونه هر کی بگه، یه دونه هم بر علیه علیوف بگه دیگه. اصلا قابل مقایسه نیست با فرانسه که ما برای فرانسه برای رسانش البته به درستی یک روز تحسن میشه در حوزه علمی ما، اعتراض میشه، فلان میشه، برای این شیعه خانه امام زمان باید چند روز اتفاق بیفته. انشالله مطلب و فرسته رو میگذارم. به هر حال دغدغه ما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های بلند امام راحل و مقام معظم رهبری است و کیان کشورمون ایران. همه اینها نیاز به بررسی و تفکر عمیقی دارد. ممنون از شما
حوصله کردید سخنان این بنده از بندگان خدا رو گوش کردید. ممنون از لطفت.